سلام دخترها، دوست دارین آموزش این سایه پرتکنیک رو به راحت ترین روش یاد بگیرین؟ پس با من همراه باشین. اول با استفاده از بیس چربم یه خط راهنما گوشه خارجی چشمم میکشم و بعد اونو فیدش میکنم. بعد از همون پالت چربم از رنگ مشکی یا خط چشم ژله‌یاتون استفاده کنید و یه خط چشم با شیب زیاد بکشید و بعد لبه های خط چشمتون رو فید کنید. حالا همون مراحل رو با استفاده از سایه های خشکمون انجام میدیم. از تیره ترین رنگ سایه استفاده میکنیم، روی خط چشممون میذاریم و به ترتیب رنگ های قهوه‌ای و آجوری روی سایه میذارم. گوشه خارجی چشممو با کانسیلر مالوی سفید میکنم و بعد خط چشم جلوی چشممو میکشم، داخل چشمو تیره میکنم. دقت کنید 2-3 میلی مونده به آخرین موجه پلک پایین خط چشممو به بیرون میکشم. خط چشممو فید میکنم. همون سایه گذاری پلک بالا رو برای زیر چشمم انجام میدم و بعد موجه گذاری تمام.